یه دونه از مسائل خیلی مهمی که این روزا هممون درگیرش هستیم اینه که با توجه به اوضاع دلار و بالا رفتن قیمت همه اشتراک‌های هوش مصنوعی که وجود دارن نمیتونیم دیگه مثلا 2 تاشون یا 3 تاشون رو خریداری کنیم. حتی یه دونه‌شون هم گاهن مبلغ زیادی در ماه میشه. چاره چیه؟ 2 تا پیشنهاد دارم، کارهایی هستن که خودم امروزا دارم انجام میدم. اول از همه این که هر هوش مصنوعی متفرقی که هستش رو اصلا حتی وقتتون هم سرش نذارین. بعضی وقتا تو اینستاگرام یه دونه پست میبینید که 5 تا هوش مصنوعی که این کار خفن رو انجام میدن. بعد میرید سراغشون میبینید که یا رایگانن یا پولیان. اگر پولیان که به نظر من اصلا وقتتون سرش نذارین، چون هر کاری هم که انجام بده و اون لحظه خفنش رو انجام بده، به احتمال زیاد تا چند وقت دیگه یه دونه از هوش مصنوعی اصلی مثل جی پی تی یا جمینای بهترش رو قرار انجام بدن. اگرم رایگانه که تایم زیادی میذارید، یادش میگیرین، سعی میکنید ازش خروجی خوب بگیرین، ولی بازم همون اتفاق میفته. جمینای، جی پی تی، شاید هم گروک و کوپایلوت مایکروسافت به هر حال چندین لول جلوتر هستن از همه هوش مصنوعی رایگانی که شما شاید این ور اون ور به گوشتون بخوره. به خاطر همون به نظر من اولین پیشنهاد اینه که سراغ هوش مصنوعی متفرقه کلا نرید. بعد از اون یه دونه از هوش مصنوعی اصلی مثل جمینای یا جی پی تی رو در نظر بگیرین، همون اشتراکش رو استفاده کنید و سعی کنید تو همون هوش مصنوعی به بهترین استفاده برسین. چرا که به هر حال اکثرشون قراره به صورت رندوم هر کدوم یه نسخه خفن جدید معرفی کنن، ولی به هر حال با فاصله 1 ماه 2 ماه باقیشون هم همون آپشنا رو میگیرن. الان اتفاقی که افتاده اینه که گروک یه سری نتایج خیلی بد میده، از اون طرف کوپایلوت خیلی وقته که آپدیت خوبی نشده، برعکسش جمینای فوق العاده است، ویدیو خیلی خوبی داره میده، ولی مطمئن باشید تا چند وقت دیگه همشون این 4 تایی که گفتم اکثر کارا رو به نفع اصلا انجام میدن. همیشه هم قراره یکیشون از اون یکی جلوتر باشه. چرا؟ به خاطر اینکه شما مجبورین هی اشتراکتون رو عوض کنید، ولی به نظر من یه دونه رو نگه دارین، صبور باشین، همه قابلیت‌ها بر همشون به احتمال زیاد میاد.